سارا خیلی عزیز. همه ما دوست داریم برای گوشی شرایط عالی فراهم کنیم. شاید فکر کنید گوشی من از اول همینطور سریع لیلی بود و بلد بودم میتونم حرفه‌ای با چهره خودم گیف بزنم، ولی یه زمانی بود که واقعا درمانده شده بودم. عکس‌ها و فیلمایی که از گوشیم پاک میشد دیگه سراغشون رو نمیگرفتم. وقتی میخواستم یه برنامه با دوستام شیر کنم انقدر کندی که مایل به اشتراک گذاری نبودم. خیلی دوست داشتم مثل بعضی از خواننده‌ها بتونم یه آهنگ خیلی قشنگ بخونم. دوست داشتم از این چیزایی که توی تلویزیون میاد از اونها درست کنم. حافظه گوشیم خیلی پر شده بود. انقدر گوشیم کند و ویروسی که کسی اینترنت گوشیش رو به اشتراک نمیذاره. اما اینجا خودم اومدم و رفتم کلی ترفند گذاشتم. بهتون کیبورد وای فای دیگران رو به صورت رایگان استفاده